سلام و ارادت. یه نکته در مورد موتورهای انژکتور. آقا اگه وقتی موتورتون چراغ چک نداره، به دستگاه دیاگ وصل نمیشه، پمپ بنزین کار نمیکنه، برق سر شم نمیاد، مستقیم نرید سراغ ECU. شما بعد اول برق ورودی ECU رو کنترل کنید، ببینید اصلا برقی میاد داخل ECU که ECU بخواد عمل کردی از خودش داشته باشه یا نه. وقتی این موتور رو بررسی کردیم، برق ACC یعنی برقی که بعد از باز کردن سویچ داخل سیم کشی پخش میشه، از قسمت گلویی قطع بوده کامل. یه ایراد شایع تو هوندا، سیم کشی از قسمت گلویی موتور قطع میشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتی لایک و کامنت یادت نره، ما رو هم به دوستات معرفی کن. سپاس.